شاهسر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار نهان. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صفحه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. آسیای میانه در حیات دولتی هخامنشی‌ها. روایت خیلی قدیمه موجود بود که طبق آن زردشت گویا در باختر زیسته است. این روایت در اثر مؤلف یونانی کتیسی آخر عصر 5 آغاز عصر 4 پیش از میلاد افاده یافته است. با این روایت پیروی نموده بعضی عالمان از قبیل مولتون گمان کردند که گاتها در باختر آفریده شدند. همچنین زبان آنها را در دوره قدیم اوستایی حسابیدند. در عصر 19 گیگر و دیگران همین گونه عقیده داشتند. ولی بعضی معلومات ها این عقیده را تصدیق نمی کنند. یادگاری های به نزدیکی کشف گردیده زبان باختری دوره کوشانی باشد آن را از احتمال دور می سازند. درمستیتر، جکسون و بعضی دیگر عالمان بعدتر در سالهای 30-40 عصر 20 خرتزفیلد و مؤلفان دیگر که زردشت را همزمان هخامنشیان نخستین از جمله دارای یک شماریدند، فعالیت او را به شمال غرب ایران نسبت می دهند. ولی موافق عقیده معمول زمان حاضره گاتها تا به میان آمدن دولت هخامنشی ترتیب یافتند و از روی پیدایش خود به ایران غربی مناسبت ندارند. موافق عقیده محققان حاضر زمان پیش از همه به معلومات گیوگرافی خود اوستا استناد می کنند. گاتها و قسمت هایی که به آن از جهت زمان نزدیکی دارند در یکی از ناحیه های آسیای میانه و یا منطقه های مجاور شمال غرب افغانستان و شمال شرق ایران آفریده شدند. در این بابت عقیده های مختلف بیان کرده می شوند. مثلا بعضی ها به ناحیه جریانگاه میانه و پایاناب دریای امو و یا اصلا به خوارزم اشاره می کنند، فلستاف و دیگران. در این مورد نقطه نظری قبول نموده مارکوارد بینویست و عالمان دیگر که مملکت اساطیری آریانم و یجه فراخنای آریانا وطن ایرانیان و دین زردشتی را با خوارزم عینیت می دهند به اساس گرفته می شود. بغیر از این به ناحیه های بین دریای امو و دریای سیر یعنی به سوخت و یا ناحیه های همسایه آن نیوبرگ، به سرحدهای سکیف و سکایی های آسیای میانگی ابایف و ناحیه های ساحل بحر ارال و پایاناب دریای سیر ویدینگرین به مرو، سوخت و خوارزم، دیوشین، گویمین و غیره اشاره ها کردند. نقطه نظری در کارهای هینین، بار، گرشیویچ، سینر و دیگران و طور وسیع پهن گردیده است که موافق آن گاتها در حدود کنفدراسی دولت خوارزم که پیش از ضبطکاری های هخامنشیان موجود بود آفریده شدند. در این مورد به صنایع عنعنوی زردشت که در بالا به آن اشاره رفت پیروی می شود. به این موضع ناحیه های قسمت جنوب خوارزم نیز داخل می گردند و مخصوصاً مرغیان و آریا همچون مکان آفریده شدن گاتها شناخته می شوند. خینین و دیگران. اکادمیک سترووی از روی اساسهای دیگر به مرغیان همچون وطن دینی زردشتی نظر می نمود. به قول خینین متنهای اوستایی بعدینه امکان دارد در سیستان ایجاد گردیدند. ولی قطع نظر از این که آیا چنین کنفدراسی با سروری خوارزم وجود داشت، معلومات مؤلفان قدیم به این سوال جواب مثبت می دهند. دلیل های معینی
آیید به مناسبت زردشت به آن موجود نیستند. و ضمن محققانی که به سنه عنعنوی زردشت پیروی نمودن را ضرور نمی شمارند و یا اصلا آن را اعتمادناک نمی دانند، عادتاً آفرینش گاتها را به زمانی بسی قدیمتر، یعنی زمانی پیش از هجوم هخامنشی ها به آسیای میانه نسبت می دهند. مثلا دیاکنف درجه انکشاف جمعیت تصویر نموده گاتها را به نظر گرفته گمان می نماید که آنها باید پیشتر از عصر 6 و تا نیمه دوم عصر 7 پیش از میلاد ایجاد شده باشند. میر و بعضی دانشمندان دیگر در وقت خود حتی امکانی به قریبی های سال 1000 و یا ابتدای 1001 پیش از میلاد نسبت دادن را هم اظهار کرده بودند. و مؤلف یکی از آخرین اثرهای بزرگ آید به دین و مذهب‌های ایرانی ویدنگرین می نویسد که با کمال باوری می توان زمان زندگی زردشت را به دوره بین سالهای 1600 پیش از میلاد هیچ نباشد به دوره پیش از پیدایش دولت هخامنشی نسبت داد. به عقیده چند عالمان از آن جمله دیاکنف، ویدنگرین و دیگران، اوستای اوله تا میانه عصر 6 پیش از میلاد در شرق میدیا در راه پذیرفته شد. از آنجا تعلیمات آن در شکل تغییر یافته باشد هم در ایران غربی پهن گردید. محققان دیگر انتشار غایه های گاتها را به غرب به زمان هخامنشی های نخستین، زمان کوروش به قول خینز، زمان دارای یک به قول هینینگ، گرشویچ و غیره ها نسبت می دهد. به همین طریق به خلاصه باید آمد که زمان فعالیت زردشت و آفرینش گاتها پیشتر از آخر عصر 7 اول عصر 6 پیش از میلاد منسوب است، ولی محض به همین زمان و یا یک دو عصر پیشتر مناسبت داشتن آنها را ما یقینا گفته نمی توانیم. دایر به مکان پیدایش گاتها گرچند حالا یگان ناحیه معینی را با باوری قطعی نام بردن ممکن نیست، با وجود این می توان تصدیق کرد که آن در منطقه آسیای میانه و یا ناحیه همسرحد آن واقع بود. در این باره حدود گیوگرافی خود اوستا و مجموعی ممالکی در آن نامبر شده شاهدی معتمدی شده می توانند. نامگویی نسبتاً پره این ممالک در باب اولی ویدیوده آورده شده است. در اینجا در سلسله بهترین کشور و مملکت‌های آفریده اهورامزدا اینها نامبر می شوند: ایریانم و ایرجه، گوه مکان سغدیان، موروی ناحیه مرو توانا راستی پرست، بهدی باختر زیبا با درفش‌های افراشته، نیسایه که بین ماورو و بهدی واقع است، هرای و ناحیه هیرات و ناحیه های دیگر تا موضع هین و هرخواتی ارخوزیه در جنوب شرقی، هیتومنت در وادی هیلمند در جنوب، کشورهای گرگانیان و راغ در شمال شرقی میدیا در غرب. همین طور جهانبینی گیوگرافی ترتیب دهندگان این متن اوستایی تقریبا تمام ناحیه های اساسی آسیای میانه و منطقه های همسرحد آن افغانستان و ایران شمال شرقی را در بر می گیرد. اصلا متن در این شکل تا زمان ما رسیده نسبت به قسمت های دیگری اوستا به دوره بعدتر به زمان دخل دارند که زردشتیه به طور وسیع پهن شده بود. بعضی ها عقیده دارند که اساس این متن را پارچه‌ای تشکیل می کرد که در آن تعدادی کمتری کشورها نامبر شده بودند. سرود در وصف میتره، یشتی ده، میهر یشت که در آن هم نامگوی یک چند کشورها آمده است به دوره‌های نسبتاً قدیمتری مناسبت دارد. این یشت یکی از بهترین نمونه‌های شعریت اوستایی
و یا ایرانی قدیم می باشد. آسیای میانه در حیات دولتی هخامنشی ها. در اینجا از جمله توصیفات پر آب و رنگی کشورهایی که سپهبدان مغلوب نشونده آنها کارزارهای بی عددی می ساختند، کوههای بلندی پرچراگاه به شخصی پرستاری چارپایان خدمت می کردند، کولهای بلورین به مساحتی بزرگ پهن شده، دریاهای وسیع پر آب به سوی اشکت و پروت، هرات و مرو، غوی سوخت و خوارزم روان بودند داده شده است. و منطقه‌ای در این پارچه تصویر شده باید همچون به منطقه نظر کرد که در آن از همه پیشتر دین زردشتی پهن گردید و به عقیده ما در یکی از این کشورهای نام برده وطن نخستین متنهای اوستایی را باید جست. قید کردن ضرور است که در اینجا ناحیه های نامبر می شوند که با باختر همسایه و همسرحد بودند و یا قسماً در زمانی پیش از هخامنشی ها به ترکیب آن داخل می شدند. از این رو باختر با درفش های افراشته چطوری که آن در ویدیولت یاد می شود، اگر نخستین نباشد، یکی از آن کشورهایی است که در مناطق آن دین زردشتی اولین بار پهن گردید. در متنهای خرد اوستا متحد شوی تعلیمات زردشت که از طرف پیروان او انکشاف داده شد، با غایه و رسومات و آبرزهای به تبلیغات اولیه پیغمبر بیگانه ولی در خرد اوستا انعکاس یافته مشاهده می گردد. حتی یسنای 7 بابه که به همان لهجه گاتها ترتیب یافته بود، گذشت‌های زیادی با آیین‌های پهن شده دارد. یک سلسله سرودهای اوستا خدایان و پیرسنش‌های اساطیری را مثل میترا و هومه وصف می کنند که از قدیم باز آریاییان آنها را ستایش می کردند ولی از طرف پیغمبر در گاتها رد گردیدند. این نتیجه سازش با دین و مذهب‌های قبیلوی بود که در حدود دولت‌های بزرگی هخامنشی، پارت و ساسانیان پهن گردیده بودند و در زمان موجودیت آنها جزءهای خرد اوستا ایجاد گردیده ترتیب و تحریر می یافتند. ولی چنین دین و آیین‌ها و دستورهای مراسمی به طوری ساخته توسط عباره‌های چنین گفت اهورامزدا به زردشت و دیگر وسیله‌های تحریری در آن از نام زردشت آورده می شود. به استثنای این فقره‌های علاوه چندی پارچه‌های خرد اوستا مخصوصاً یشت‌ها از روی مندرجه خود نسبت به زمان مرتب گردیدن گاتها قدیمی ترند. همینطور اوستا نه تنها دایر به دین زردشتی بلکه دایر به بعض آیین و مذهب‌های ایرانی قدیم و رسومات قبیلویی که به زمان عمومیت هندو اروپایی داخل دارند معلومات می‌دهد. در برابر این اوستا مهمترین یادگاری در بابت آموزش ایام باستان، مدنیت و معیشت، سازمان‌های اجتماعی و سیاسی دور، همچنین آثار حماسی قبیله‌های ایرانی، آسیای میانه و ایران می باشد. جریان مخلوط شوی تعلیمات زردشت با دیگر مذهب‌های ایرانی در میانه عصر 5 پیش از میلاد صورت یافت. زمان آفرینش یسنای 7 بابه را عصر 6 آغاز عصر 5 پیش از میلاد، انشای یشت‌های قدیمی‌تر و مخصوصاً مهر یشت را دهه‌های نخستین عصر 5 پیش از میلاد می حسابند. ولی در این صورت عادتاً در نظر داشته می شود که گاتها در آغاز و یا نیمه اولی عصر 6 پیش از میلاد مرتب شدند، ولی احتمال دارد آنها پیشتر ایجاد شدند. از این رو قسمت‌های از جهت زمان پسایند اوستا، یسنای 7 بابه و یشت‌های اولین را
می توان به زمانی باز هم قدیمتر نسبت داد و آنها را بین سنه انیق معین نگردیده زردوشت و میانه عصر 5 پیش از میلاد جای داد. مرتب کردن متنهای دیگری خرد اویستا از زمانی نشان داده شده پسانتر نیز ادامه داشت. بعضی از آنها احتمال در عصرهای یکم هزاره یک میلادی تشکل یافته باشند. چنان که از گفته های بالا روشن می گردد، هنگام استفاده اویستا همچون مأخذ تاریخی باید گوناگون جنبگی آن که افاده کننده دوره ها و حتی عهدهای مختلف تاریخی می باشند، تأثیر عقاید و تصورات محرران و ترتیب دهندگان به متن تا زمان ما بازرسیده به نظر گرفته شود. در این حالت حتی یک فقره چون همبسته معلومات زمانهای مختلف به نظر می رسد. به همه این محدودیت ها نگاه نکرده، اویستا مهمترین و یگانه مأخذ است برای روشن نمودن تاریخ قدیمترین ایرانیان شرقی، یعنی مردم آسیای میانه، افغانستان و آن قسمت ایران که در شفت آسیای میانه واقع گردیده است. جمعیت آسیای میانه موافق معلومات اویستا. مجموعی نسبتاً کاملتری معلومات اویستا در مسئله توصیف جمعیت اثر گیگر مدنیت ایران شرقی در عهد باستان می باشد. در مدت پس از سال 1882 این اثر از بسیار جهت کهنه شده است، ولی متاسفانه اثر هممانند آن از جهت دربرگیری متریال حالا به میان نآمده است. بغیر از دیدی نوی فیلولوژی لینگویستی، در چنین اثر معلومات اویستا را ممکن است از نظر کامیابی های نوی ارخئولوژی تدقیق کرد. امید است که ایران شناسان و باستان شناسان ما در سالهای نزدیک چنین اثری ضروری را به وجود می آورند. محققان خصوصیت جمعیت اویستایی را تدقیق نموده، 4 زینه بودن آن را قید نمودند. در یشت آورده شده است: سرور دینی خاندان نمانیا، سرور دینی اولاد ویسیا، سرور دینی قبیله زنتوما، سرور دینی مملکت دهیوما، سرور عالی دینی زرتشترتیما نامیده می شود. به همین طریق آیله نمانا نام داشت. سرور چنین آیله پتریارخالی کت خدا نمانو پاتی، یعنی خداوند خانه بود. زنی کلانی در آیله نمانو پاتنی کت بانو نامیده می شود. موقعی زیاد را اشغال کردن زنی کلانی در آیله تاجکان، مخصوصا ساکنان محلهای نزد پامیر، با حکمرانی 1000 ساله اسلام نگاه نکرده تا زمان ما باقی مانده است. متریال های اتنوگرافی که در موضع های گوناگون پامیر جمع آوری شده اند به این شهادت می دهند. یک دلیل دیگر ولی غیر مستقیم عاید بر رول بلند زنان در آسیای میانه قدیم موجود است. چنان که معلوم است در زمانهای قدیم حکمرانی ناحیه های آسیای میانه، استروشان و سوخت لقب افشین داشتند. تجزیه و تحلیل تاریخی و اتیمولوژی این اصطلاح را ابایف انجام داده است. او تفسیرهای کهنه و در حقیقت بی اساس را رد نموده، این اصطلاح را با کلمه در زبان اسیتینی باقی مانده افسین کدبانو مقایسه نمود. به عقیده ابایف، زنان سروران قبیله های سکایی مسگیتی باید همین عنوان را می داشتند. از آنها این اصطلاح بعدتر به ناحیه های همسایه آسیای میانه گذشته نسبت به مردان سرور استفاده شده است. به همین طریق اصطلاحی که در بین اسیتین ها معنی کدبانو را داشت، در آسیای میانه قدیم تدریجاً نسبت به مردان حکمران استفاده گردید.
اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. آسیای میانه در هیئت دولتی هخامنشی‌ها. در متن‌های اوستایی کلمه نمانیه اعضای عائله را افاده می نماید. در برابر این چنان که گرشویچ اثبات کرده است، اصطلاح مذکور ایزید نگهبان خاندان را نیز افاده می کند که موافق تصورات قدیمی مردم روس نامی پری خانگی را گرفته است. همچنین ایزیدان قبیلوی موجود بودند که آنها را ویسیه می نامیدند. عملی این ایزیدان قسماً با عملیات فروشی ها، فرشته های نگهبان و روح تمام موجودات مطابق می باشد. به هیئت عائله عضوهای ناقص الحقوق، ویره، ویسه و پریتر نیز داخل می شدند. ویره معنی مرد سرباز را دارد، ولی معنی غلام را نیز می تواند افاده کند. مثلا در یشت 10:28 آیت به مترس سخن می رود که وی به آن خاندانی که خیرخواه است گلب و رمه و ویره های زیاد یعنی غلامان را تقدیم می دارد. عموما هنگامی که در اوستا نامبرد و مقابل گذاری چارپایان و ویره آورده می شود، ویره عادتاً غلام را افاده می کند. ویسه و پریتر طبق بعضی متنها به هیئت عائله همچون عضوهای خرد داخل می شدند. اتحادیه های نسبت به عائله کلانتر از رشته پدری نفع نام داشتند. آنها صاحب زمین کشت، چراگاه و دیگر دارایی دیگری عمومی بوده. مالکیت اعضای اتحادیه را رشته های همرایی و کفالت به هم می پیوست. این گروه ها خیلی بزرگ بودند و نزدیک 100 مرد کامل حقوق به آن داخل می شد. آید به موقع چنین گروه ها از جمله گیله زردشت شهادت می دهد: بضاعتمندان و متفقان از من رو تافتند، جماعه نسبت به من نامهربان است، همچنان که شهریاران دروغ پرستی کشورها نامهربانند. یسنای 46:1. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. آسیای میانه در هیئت دولتی هخامنشی‌ها. قبیله ویس از یک چند گروه های بضاعتمند عبارت بود. سردار قبیله ویسپاتی نام داشت. ویس نه تنها قبیله بلکه مسکن اهل قبیله ده را نیز افاده می کند. در اول ظاهراً این مکان زیست از یک چند خاندان عبارت بود. بعدتر وی به تدریج خصوصیت های جماعه کشاورزی را صاحب شده است. جوانان هنگامی به کمال رسیدن آوان 15 سالگی مراسم ارتقا را به دین و جماعه می گذشتند. در مجلس گروه بضاعتمندان به آنها کمربند و پیراهن مقدس بخشیده می شد. به این عمل همچون تولد دوم انسان نظر می کردند. تنها پس از این جوان عضو کامل حقوق جماعه می گردید. در مراسم های دینی اشتراک می نمود، عهده‌داری ها گرفته و عقد نکاح بسته می توانست. اکثری مسئله های خانواده را شورای قبیله که سروران گروه های بضاعتمند به آن داخل می شدند حل می کرد.
شورا مسئله های حیات داخلی، استحصالی و جمعیتی مربوط به انجام وظایف دینی و حقوقی، غیر از این مسئله های مناسبت با قبیله های دیگر را حل می نمود. موافق متنهای اوستا در جمعیت آن زمانه تفریقه اجتماعی و مال و ملکی خیلی وسیع انکشاف یافته بود. در بالا ما به غلامان اشارت کردیم. در قسمت‌های مختلف اوستا به کدخدایان و شخصان اشاره می شود که گله و رمه فراوانی را صاحبند. چارپا بایگری اساسی به حساب می رفت، ولی معلوم است که بایگری دارایان نه تنها چارپا بلکه زمین و ثروت‌های دیگر نیز بود. در اوستا گروه‌های اجتماعی کسبی و مانند روحانی، سرباز و دوچرخه سوار، دهقانی چاروادار و یک بار هنرمند نامبر می شوند. بعضی عالمان عقیده دارند که این تقسیمات اجتماعی به دوره عمومیت هندو ایرانی دخل دارد و از این سبب قابل توجه نیست. دیگران باشند به طور اساسناک معتقدند که آن انعکاس کننده حقیقتی در زمان پیدایش اوستا و بعدتر وجود داشته تاریخی می باشد. از این رو هنگام تجدید جمعیت اوستا باید به مد نظر داشته شود. در برابر مردم عادی جمعیت دارای رادمردان و اشرافان بود. یکی از اصطلاحات به معنی رادمرد اشراف از ذات اصل زاده است. اکثر وی سروری 20 قبیله و عائله خود می باشد. تحلیل تجزیه کامل اتیمولوژی و ایولوسیای کلمه ازت را بیلی انجام داده است. در زبان فارسی میانه پهلوی آن معنای زاده خاندان شاه، رادمرد، آزاد اصل را داشت. از همین جا کلمه های تاجیکی آزاد و آزاده سر زده است که یکی از معنی های آن راد نجیب است. اصطلاح دیگری اوستا برای افاده اشراف اسنه می باشد. قبیله زنتو ظاهراً موقعی نسبتاً خردتر را اشغال می نمود. در برابر این بعضی پارچه ها را از شورای بهترین مردمان اطلاع می دهند. اصطلاح افاده کننده این گونه شوراها هنجمن بود که در زبان تاجیکی به شکل انجمن باقی مانده است. ولایت و مملکت که از یک چند ناحیه عبارت بود در اوستا دهیو نام دارد. دیاکنف درست قید می کند که روشن کردن معنی این اصطلاح مشکل است. اکثراً در قسمت‌های قدیمترین اوستا دهیو به معنی همان گونه دولتچه‌هایی بود که طبق منبع‌های آشوری در میدیا وجود داشتند. یعنی اتحادیه‌های منطقوی بودند که نه همچون دولت بلکه همچون تشکیلات‌های بزرگ قبیلوی عمل می‌کردند. لیفشیتز حقانی خاطر رسان می‌کند که دهیو پیش از همه مفهومی حدودی و گیوگرافی است که در آن عمومیت اتنیکی خیلی زیاد است، ولی آن حالا در ترکیب دولتی تشکل یافته واحدی مأموری نیست. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. شما گفتار نهم را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی.